این ویدیو میتونه زندگی معامله‌گری شما رو تغییر بده و شما رو از چرخه ضرر وارد چرخه سود کنه. لطفاً به تمام حرفایی که میزنم گوش کنید و بدونید من این ویدیو رو نساختم که شما اشتراک ATA یا فالکون رو بخرید. اصلاً این ویدیو یک رسالتیه بر دوش من. بسیار ساختش زمان بر بوده. 200 تا موقعیت بک تست گرفته شده. خیلی کار سختی بود زمان بر، ولی من ترجیح دادم این کار رو با تیمم انجام بدم که کمکی کنم به کسایی که معامله گرن. یه چیزی رو که در رابطه با معامله گری بچه‌ها باید بدونید اینه که معامله گری 3 تا بخش داره: استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه و روانشناسی. این استراتژی معاملاتی 20%، 80% میشه مدیریت سرمایه و روانشناسی. ولی اگه این 20% نباشه، اون 80% هم به درد نمیخوره. اگه این 20% رو داشته باشی، یعنی یک استراتژی معاملاتی داشته باشی که بین 50 تا 70% وین ریت داشته باشه، خوب گوش کن، بین 50 تا 70% وین ریت داشته باشه و تو مدیریت سرمایه و روانشناسی بدونی، تو میتونی پول روی پول بذاری. تمام. تو این ویدیو من چیزی رو به تو آموزش میدم که 70% وین ریت داره و برای حرفم سند الان اینجا منتشر میکنم. لطفاً یکی یکی به تمام حرفام لطفاً گوش بکن. بریم با هم جلو. داستان اینه، میگه اگه یک نزولی داشته باشیم و بعد اینجا یه تیری پوش داشته باشیم به این معنا که آقا این مومنتوم ریزشه دیگه کم کم داره جمع جور میشه، خب، و بعدش اینجا روی RSI خوب گوش کن. اونایی که با اندیکاتور خوششون نمیاد لطفاً الان جبهه نگیرن، به حرفم گوش بکنید، بایس نباشید، یعنی جانبدارانه لطفاً به قضیه نگاه نکنید، به حرفم گوش بدید، جای دوری نمیره. اگه خوشتون نیومد، اگه احساس کردید بیراه داره میگم، دیگه گوش ندید، کامل به حرفم گوش بدید لطفا. بعد اینجا یه اندیکاتور داریم مثل RSI میاد کفای بالاتری رو برای ما میزنه. خوب گوش بکنم، اینجوری میشه. اینم بذارم اینجا، یعنی نگاه میکنی این داره اینجوری میاد پایین، این یکی بچا داره اینجوری میره بالا. خب نگاه میکنی میبینی که این مثلا تو یک حمایتیه یا تو یک مقاومتیه یا تو یک اوردر بلاکه. بکن اینجا یه اوردر بلاک سازمانی اینجا داری، بعد این تیر پوشه رو میبینی، بعد این واگرایه رو میبینی. احتمال اینکه این از اینجا بیاد بالا توی فارکس تو تایم فریم 1 دقیقه حدود 77% و تو تایم فریم 5 دقیقه نزدیک 68 یا 69%. برای حرفام همه دلیل دارم، یکی یکی بهتون نشون میدم. پس اینو یاد گرفتید. اوکی، این یا حمایت باشه یا مقاومت باشه یا یک دونه اوردر بلاک مثل این باشه، یک منطقه عرض تقاضا باشه، یا یک حمایت مقاومت کلاسیک باشه. حرفای من بچه از یه سطحی بالاتر، یعنی اونهایی که دارن به حرفای من گوش میکنن باید وقتی میگم اوردر بلاک آی سی تی بدونن، وقتی میگم حمایت مقاومت دیگه تحلیل تکنیکال کلاسیک رو بلد باشن. یه نمونهش هم الان بهتون نشون میدم. یادتونه دیگه ارز FXS رو توی تریدینگ ویو براتون منتشر کردم، گذاشتم، همه چیش همونه. ببینیم بعدش چه اتفاقی افتاد. تا اینجا رشد کرد. حالا بریم 200 تا از اینها رو بهتون نشون بدم با هم دیگه ببینیم. به پیوست این ویدیو یه همچین فایلی رو من در اختیار شما میذارم. این 200 تا عکسه، یکی یکی با هم بریم جلو. عکس اول با هم نگاه کن. تایم فریم 5 دقیقه AUD کپ. نگاه کن، یک منطقه اوردر بلاک بوده. اینجا اون تیری پوش واگرایی اتفاق افتاده و از همینجا ریخته پایین. ببین ریسک به ریوارد رو ببین چقدر. فالکون هم اینجا به شما گفتتش. من هدفم نیست اشتراک فالکون به شما بفروشم یا اشتراک ATI. این قسمت سمت راست رو میتونی نادیده بگیری. اینایی که من اینجا پیدا کردم نیاز داشتم یه ابزار اینا رو به من بده. برای رفتم از ذخیره‌ای که فالکون داشتم استفاده کردم. نمیتونستم برم کل بازار رو بچرخم اینا رو گیر بیارم، تا آخر عمرم باید میچرخیدم. ولی فالکون به من کمک کرد اینا رو سریع پیدا بکنم و بقیهش دیگه این مچ کردن و این خط کشیدن ها و این آمار و تحلیل ها بود. استفاده فالکون این بوده برای من، کمک کرده. خب نمیتونیم نادیدش بگیریم. بریم بعدی. نگاه کن، یه منطقه حمایتی یا یک منطقه ارز تقاضا. نگاه کن، این اوردر این واگرایی همینجا اومده بالا. فالکون هم اینجا دادتش. دوباره بعدی رو با هم دیگه نگاه کنیم. یک منطقه ارز این تیری پوشه
واگرای تیری پوشه و بعد همینجا ببین ریخته پایین. این 1/4-5 هم داده. بریم بعدی نگاه کنید. این فیل شده. ببینید این بالا هم مشخص این فیل شده. این جزء سیگنال های نقص بوده، فیل شده. با اینکه این اتفاق افتاده فیل شده. حالا یکی ممکنه بگه آقا من مثلا اینجا وارد نمی‌شدم چون این یه بار مصرف شده، مثلا جزء سیگنال ها اصلا قرار نمی گرفت. اگه می‌خواستیم اینو بگیم آقا این چون قبلا مصرف شده ما قرارش دادیم، الان میتونیم بگیم فیل شده. بریم بعدی نگاه کن. یه حمایت کلاسیک. اینجا رو ببین، اینم ببین، بعدی رو با هم ببینیم. نگاه کن از اینجا ما گرفتیمش، ولی این تیری پوش واگرایی همچین ادامه داشته. میبینی؟ و همینجا خالی کرده ریخته. این یکی رو ببین، اینجا رو نگاه کن. از اینجا شروع کرده به سیگنال دادن اینکه داره مومنتوم کاهش پیدا میکنه. بعد از همینجا خالی کرده ریخته. بعدی رو با هم ببینیم. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. ببین این مثلا 1/1 داده. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. میبینی؟ یک اوردر بلاک بوده. اون واگرای دیگه شروع شده، مومنتوم ریخته. بعد اینجا یه 1/2 داده. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. نگاه کن. اینجا رو ببین. این منطقه رو نگاه کن. اینو ببین، اینو ببین. بعد از همینجا خالی کرده ریخته. دوباره بریم بعدی رو با هم ببین. اینو ببین اینجا رو. این فیل شده. میبینی؟ این جزء فیل شده هاشه. حالا بعدی رو ببین. این منطقه رو نگاه کن. این واگرایی که همینجا شروع شده میبینی؟ و همینجا شروع کرده خالی کرده بریختن. حالا دوباره اینجا رو ببین. این استراتژی بچا بسیار جواب میده. ببین فالکون پیداش کرده. ببین ما استفاده من از فالکون این بوده که من نمیتونستم اینا رو دستی گیر بیارم دیگه. ولی ببین چقدر راحت سیگنالش تو فالکون گرفتم، اومدم اینجا. ببین 1/چند داده به شما. من از شما میخوام این ویدیو رو برید چند بار ببینید. تمام چارتاشو برید نگاه بکنید. تمام چارتاشو، به خاطر اینکه شما در هیچ جای دنیای همچین چیزی نمیتونید گیر بیارید. این یک اثر هنری خوبه. یک اثر هنری خوب که میتونه به شما نشون بده این استراتژیه که ما داریم دربارش حرف میزنیم چقدر میتونه کارایی داشته باشه. میبینی 204 اینا رو برید کامل بچه‌ها نگاه کنید. تو اگه استراتژی معاملاتی نداری، همش دنبال استراتژی هستی، یعنی یه چیزی داری هی دنبال خودت میچرخی، این استراتژی خیلی به تو کمک میکنه. میدونی موضوع چیه؟ موضوع اینه که طبق بررسی که من خودم به شخص انجام دادم، در بسیاری از مواقع که فالکون این تیری پوشه رو میده، این واگرایی رو میده، قیمت داره به یه جایی نزدیک میشه. حالا اون میتونه یک اوردر بلاک باشه یا یک حمایت مقاومت باشه. میدونید الان فالکون فقط داره تیری پوش رو به شما میده، یعنی تیری پوش واگرایی میده، نگاه نمیکنه این تو حمایت یا مقاومت. در حال حاضر اینی هم که شما دارید میبینید ما انجام دادیم فقط با همین تیری پوش واگرایی بوده. یعنی خودمون به این نتیجه رسیدیم چه این محدوده باشه چه این محدوده نباشه توی فالکون، این اتفاقی که میفته، این تیری پوشه، این واگرایی که اتفاق میفته، احتمالاً ما نزدیک یه محدوده‌ای هستیم. یعنی این چیزی که ما بررسی کردیم معمولاً اینطور بوده. معمولا ببین نگاه کن اینجا رو ببین. اینجا هم فالکون به ما داده. یعنی قبل از اینکه قیمت توی این